assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omadید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امروز ما دوستانی عزیز یک نمود فطیری روغنی در چکدان تیار میکنیم. امیدوارم که ویدیوی ما به شما معقول می شود. تا آخر ویدیو با ما باشید. در اینجا ما با کمتر آب، روغن و نمک، شکر و شیر همراه کردیم برای خمیرمان. تا دم گرفتن خمیر ما امروز یک تارت آسانک بیسکویت نی تارت تیار میکنیم. دوستانی عزیز، این تارت بیسکویت نی ما 5 تخمه می باشد. 5 دانه تخم، 200 گرم شکر و 5-6 قاشق آرد می باشد. دوستانی عزیز، این رسپت تارت در کانال ما هست، میتونید در آمده تماشا کنید. هر روز به کانال ما مهمان های نو پیوست شده ایستادند. به کانال ما خوش آمدید میگویم همه شما را. امیدوارم که ولاگ های ما و ویدیوهای پخت و پز ما به شما معقول می شود. همه شما که هستید کانال های ما پیش رفته ایستاده است. دوستانی عزیز، خمیری تارت را دوستانی عزیز من بر دخابکه ماندم. اکنون تا تیار شدن حاضر کریمش را تیار میکنیم. به ما قیماق، ساخرنی پودر لازم است. هر دویش را خوش رو میکسر میکنیم. کریم ما آماده شد. دوستانی عزیز، تا خنک شدن بیسکویت نی تارت ما نان را راست میکنیم. فطیری روغنی نمان را راست میکنیم. دوستانی عزیز، الکی آچه جان من زواله گرفته شدند. اکنون ورق روغنی نمان را راست کردیم. دوستانی عزیز، خوش را تنک کرده روغن مالیده ایستادند آچه جانم. خیلی فطیری روغنی با مزه می شود انشاءالله. امیدوارم که ویدیوی ما به شما معقول شد. ماندن لایک و کامنتاری را فراموش نکنید.